أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب استحباب المصافحة عند اللقاء، یعنی که باب در مسئله مصافحه دادن، یعنی که دست دادن در وقت دیدار. وقتی کسی را میبینی دست داده سلام کردن مستحب است. و بشاشت الوجه، و همچنین در وقت لقا، در وقت دیدار مستحب است که کشاده روی باشیم، یعنی خندان باشیم و ترش روی نکنیم. و تقبیل ید الرجل الصالح، و همچنین بوسه کردن دستی مردی که صالح است، مردی انسان خوب دستش بوسه کردن، مردی صالح و با تقوا را دستش بوسه کردن همچنین مستحب است. و تقبیل ولده شفقتا، و بوسه کردن فرزندش، انسان که فرزندش بوسه بکند شفقتا، از روی محبت، از دوستداری، همچنین مستحب است فرزند بوسه کردن. و معانقت القادم من سفرین، و همچنین به آغوش گرفتن انسانی که از سفر آمدگی هست. قادم از سفر است، یعنی که از سفر برگشتگی است. با اون انسان به آغوش کشیدن اون انسان همچنین مستحب است. و کراهت الانحناء، و مکروه است. باب همچنین درباره مکروه بودن خم شدن هست. بعضی آدمایی که عادت دارن سلام کردن در میان خم میکنن، سر خم میکنن، این مکروه هست، این جایز نمی باشد. پس این باب در این مسئله ها امام نووی رحمه الله برامون دلایل تقدیم میکند. این باب آخرین بابی کتاب سلام هست. کتاب السلام که شروع کرده بودیم، این آخرین بابش است. امروز انشاءالله کتاب سلام را از کتاب ریاض الصالحین به آخر میرسونیم و کتاب دیگر در کتاب دیگر خواهیم در آمد. خب اکنون چند حدیث برامون میارد. حدیث 884 عن ابی الخطاب قتاده قال، از ابو الخطاب قتاده رضی الله عنه روایت است که گفت قلت لانس رضی الله عنه، میگه که گفتم انس رضی الله عنه را، اکانت المصافحه فی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا مصافحه یعنی دست داده سلام کردن در اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود؟ یعنی صحابه پیغمبر با یکدیگر با دست سلام میکردن؟ قال نعم، میگه گفت که بله. انس رضی الله عنه گفت که بله، با دست سلام کردن در بین اصحاب رسول الله بود. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده که هست. بعد از این حدیث 885 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت لما جاء اهل الیمن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی زمانی که میگه آمد اهل یمن، مردم یمن آمدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قد جاءکم اهل الیمن، یعنی واقعا آمد نزد شما اهل یمن، اهل یمن نزد شما آمدند. و هم اول من جاء بالمصافحه، و همین اهل یمن اولین کسانی هستند که جاء بالمصافحه، یعنی که رایج دادگان، ترویج کرده هستند، پهن کرده هستند مصافحه را، با دست سلام کردن را. یعنی که مردم یمن کسانی هستند که سلام با دست، با یکدیگر دست دادن را آوردگی هستند که رایج دادگی هستند، نشر و پهن کردگی هستند. این عادت چون همین طور بوده است.
رواه ابو داود باسناد صحیح. این حدیث را ابو داود با اسناد صحیح روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 886 و عن البراء رضی الله عنه قال، یعنی که از براء رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا. میگه رسول الله گفت که ما من مسلمینی، نیست یگان مسلمانی که نیست دو مسلمانی که یلتقیانی با یکدیگر ملاقات میکنند، روبرو میشوند، فیتصافحانی با یکدیگر مصافحه میکنند، یعنی با دست سلام میکنند، الا غفر لهما، مگر اینکه بخشیده می شود برای هر دی همین دو مسلمان، قبل ان یفترقا، پیش از اونه که از یکدیگر جدا شوند، پیش از اونه که همین واخریشون را در واخریشون جدایی می آید، پیش از اونه که از یکدیگر دور می شوند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر ملاقاتی با مصافحه کرده باشند، دست داده سلام کرده باشند، سبب بخشش گناهانشان می شود. رواه ابو داود، و این حدیث را ابو داود رضی الله عنه روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 887 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رجل، میگه گفت مردی، یا رسول الله، ای رسول الله، الرجل منا یلتقی اخاه او صدیقه، یعنی که الرجل این مقصد شخص مسلمان از بین ما، مسلمان از خود ما یا شخص از بین ما مسلمان ها، چه مرد باشه چه زن، چه بزرگ باشه چه خرد، یلقا اخاه، یعنی که دیدار میکند با برادرش، میبیند برادرش را، او صدیقه، یا میبیند دوستش را، اینحنی له، آیا میتواند که خم شود برای او خم شده میتواند، یعنی بیشتر خم شدن به مثل تعظیم کردن یک احترام بود و یک یا سلامتی خاص خشم بود، آیا گفت این کار کرده میتواند؟ قال لا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت نه، یعنی خم شدن جایز نیست، خم شدن این تعظیم و این شبیه سجده هست، جایز نیست. قال افیلتزمه و یقبله، افیلتزمه، یعنی آیا میتواند وی را لازم بگیرد، وی را به آغوشش بگیرد؟ مثلا یک برادرش دید، آیا میتواند وی را به آغوش بگیرد؟ و یقبله، آیا میتواند که وی را بوسه بکند؟ قال لا، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که نه، او را بوسه کرده نمیتواند و همچنین با آغوش گرفته نمیتواند. قال فیأخذ بیده و یصافحه، پس گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که یا سوال داد، فیأخذه بیده و یصافحه، با همون مرد، یعنی که انس رضی الله عنه میگه که همون مرد سوال کرد که فیأخذ بیده و یصافحه، یعنی از دستش میگیرد و یا آیا میتواند از دستش بگیرد، و یصافحه، و مصافحه بکند با وی، یعنی که سلامی دست به دست بکند. قال نعم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که بله، یعنی میتواند که از دستش بگیرد و مصافحه بکند، دست به دست سلام بکند، اما بوسه کردش نمیتواند و با آغوش گرفتش هم نمیتواند و خم شده هم نمیتواند، اینها جایز نیست. این چیزی که مثلا دوی میبیند یا ساعت پس دیدش، 2 ساعت پس دیدش، اما اگر از سفر بازگردد اون موضوعش دیگر است. یا انسانی که از سفر میآید، چطوری که در موضوع باب گفتیم که معانقه میکند، یعنی با آغوشش میگیرد، اما این انسان از که هر روز میبینشه، انسان از که هر لحظه میبینشه. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد.
بعد از این حدیث 888 و عن صفوان بن عسال رضی الله عنه قال، یعنی که از صفوان ابن عسال رضی الله عنه روایت است که گفت قال یهودی لصاحبه، میگه گفت مرد یهودی برای رفیقش، برای دوستش که اذهب بنا الى هذا النبی، میگه که گفت که اذهب بنا، یعنی بیا با هم برویم، بیا یک جا برویم، الى هذا النبی یعنی نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اذهب بنا الى هذا النبی، بیا با هم برویم که بیا مرا ببر نزد همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فاتیا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس هر دی همین یهودیو میگه آمدن نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فسألاه عن 9 آیات بینات، پس میگه پرسیدن همین هر دی یهودی از 9 نشانه روشن، از 9 نشانه روشنی که درباره حضرت موسی است، نه که در 9 آیاتی که دارد، 9 آیاتی که دارد، 9 نشانه‌ای که دارد، اون نشانه ها از نشانه های حضرت موسی علیه السلام که یکیمش عصاش بود، دویمش ید البیضا بود، دستی سفید، سومش خشکسالی، چهارمش کم شدن محصولات، پنجمش طوفان میآید، ششمش هجوم ملخ ها، هفتمش شپش و هشتمش قربقه، نهمش خونالود شدن آبهای بنی اسرائیل که آبهای بنی اسرائیل خونالود شدن. خلاصه این نشانه های بینات بودن، روشن بودن از حضرت موسی علیه السلام. پس میگه آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو درباره همین 9 چیز پرسید، درباره همین 9 نشانه ها پرسان شدن. فذكر الحديث الى قوله، پس میگه ذکر کرد حدیث رو تا اونجایی که یعنی که 9 نشانه رو گفت، 9 نشانه رو گفت و فقبل یده و رجله، پس بوسه کردند هر دی همون یهودی دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو و پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو، دستان و پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو هر دی همون یهودی میگه بوسه کردند. و قال نشهد انک نبیون، و هر دی یهودی گفتن که ما گواهی میدیم که تو پیغمبر هستی، یعنی که ایمان آوردن. پس این دلیل است که مرد صالح را دستاشو بوس کردن جایز است. رواه ترمذی و غیره باسانید صحیحه، این حدیث را امام ترمذی و غیر ترمذی روایت کرده است با سندهای صحیحه. بعد از این حدیث 889 و عن ابن عمر رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، قصه قال فیها، قصه را روایت کرده حضرت عمر که در همون قصه گفته است که فدنونا من نبی صلی الله علیه و سلم فقبلنا یده، میگه که پس ما نزدیک شدیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس بوسه کردیم دست پیغمبر را، دستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میگه بوسه کردیم. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کرده است. بعد از این حدیث 890 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قدم زید بن حارثه المدینه و رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بیتی، میگه آمد زید بن حارثه به مدینه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در خانه من بود. فاتاه فقرع الباب، پس زید بن حارثه میگه آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فقرع الباب، پس زد در رو، یعنی پشت در اومد و در رو زد. فقام الیه النبی صلی الله علیه و سلم یجر ثوبه، پس خست برای وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خست یا که رفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سویش، یجر ثوبه، میکشید پیغمبر صلی الله علیه و سلم لباسش رو، یعنی که لباسش رو به زمین بگیم کشیده نزد زید ابن حارثه رفت، یعنی که زید ابن حارثه از سفر بازگشتگی بود. فاعتنقه و قبله،
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آغوش گرفت زید ابن حارثه را و بوسه کرد زید ابن حارثه را. پس انسانی که از سفر باز میگردد جایز است که اون را چکار کنیم؟ با آغوش بگیریم یا بوسه کردنش هم جایز است. رواه الترمذی و قال حدیث حسن. این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. بعد از این حدیث 890 و عن ابی ذر رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت من را رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا تحقرن من المعروف شیئا، یعنی تحقیر ندان، کوچک و خورد نشمار از کارهای نیک چیزی را. کاری نیک تو تحقیر ندان، کوچک و میده و ناچیز فکرش نکن. ولو ان تلقا اخاک بوجه طلیق، و اگر هر جنگ که تو ملاقات کنی با برادرت با روی کشاده، بوجه طلیق با روی که کشاده روی است، یعنی که با خرسندی و با خنده برادرت را پیشواز بگیری و به سویش تبسم بکنی، این یعنی که ناچیزش ندانی، کاری بزرگ است، عملی نیک است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. حدیث 892 آخرین حدیث این باب یا آخرین حدیث کتاب سلام. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قبل النبی صلی الله علیه و سلم، بوسه کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم الحسن ابن علی رضی الله عنهما، حسن ابن علی رو، یعنی نبیره اش رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نواسه اش رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بوسه کرد. فقال الاقرع بن حابس، پس میگه گفت اقرع ابن حابس ان لی 10 من الولد ما قبلت منهم احدا، گفت هر آینه من 10 فرزند دارم، گفت 10 فرزند دارم، ما قبلت منهم احدا، بوسه کردگی نیستم یگان تیوی ها را، گفت از 10 فرزند یگان فرزندم را بوسه کردگی نیستم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من لا یرحم لا یرحم، یعنی هر کسی که رحم نمی کند، رحم کسی دیگر را نمی کند، لا یرحم، این انسان رحم نمی شود، این انسان رحم نمی بیند. حدیث متفق علیه است. امام نووی رحمه الله در پایانش میگوید که قال الامام نووی رحمه الله فی روایت من لا یرحم الناس لا یرحمه الله، یعنی هر کسی که به مردم رحم نمی کند الله تبارک و تعالی به اون شخص رحم نمی کند. قال العلماء، علما درباره این حدیث گفتگی هستند که هذا عام، یعنی که این حدیث عام هست، شامل است، یتناول رحمت الاطفال و غیرهم، در بر میگیرد رحم کردن کودک را و غیر کودک را، یعنی که فقط کلان یا که فقط بزرگ سالا در رحم کردن نی، حتی با کودک هم رحم کردن میگه این حدیث در بر میگیرد. پس این بود آخرین باب از کتاب سلام. با همین کتاب سلام با آخر رسید. کتاب نوی که شروع میکنیم کتاب عیادت المریض است، یعنی کتاب در مسئله خبر گرفتن عیادت بیمار، و در مسئله بیمار اکنون صحبت ها میکند در این کتاب که انشاءالله درس آینده این کتاب را شروع میکنیم که بیمار نزدش رفتن چی گفتن در کار است، چی دعا کردن در کار است، چند کشیشتن در کار است، و بعد از این میره به جنازه میگذرد که بیمار وفات کرد چیکار کنیم، و خلاصه با دفن کردن و با همین این کتاب عیادت المریض با آخر میرسوند. انشاءالله از درس آینده کتاب عیادت المریض را شروع خواهیم کرد. این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.